واکنش‌ها به تشدید سرکوب حامیان فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی و حامیانش در انگلیس شدت گرفته. افرادی که مخالف نسل‌کشی فلسطینیانند و از اقدام عملی برای متوقف کردن ارسال جنگ افزار برای اسرائیل حمایت می‌کنند. دولت ما فعالانه در نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین دست داره، با اینکه اکثریت مردم انگلیس مخالف این کارند. بیشتر مردم ما به جای حمایت و تجهیز تحریم اسرائیل را خواستارند. دولت‌هایی که با شدیدترین لحن نسل‌کشی یهودیان در آلمان را محکوم می‌کنند، حالا آشکارا با حمایت‌های سیاسی و اقتصادی و تسلیحاتی خودشون از نسل‌کشی فلسطینیان حمایت می‌کنند و این دوگانگی در رفتار واقعاً شرم‌آوره. با اذعان پلیس شمار دستگیری افراد به اتهام فعالیت‌های تروریستی در تظاهرات اخیر به 857 نفر رسیده، از جمله شمار افراد اغلب سالخورده‌ای که تابلویی در دست داشتند که روی آن دو جمله نوشته شده بود: من با نسل‌کشی مخالفم و از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم. اشاره به گروهی با همین نام و رویکرد. پلیس و دولت ما بی‌طرف نیستند و از رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند. دولت‌های جهان ساکت و نظاره‌گرند و شماری از اونها حتی به اسرائیل بمب و جنگ افزار هم میدن تا اسرائیل بتونه به نسل‌کشی فلسطینیان ادامه بده. کاملا آشکاره که اسرائیل مشغول جنایات جنگیه و دولت انگلیس هم از اون حمایت می‌کنه. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، پلیس این کشور در ادامه سرکوب حامیان فلسطین فقط در یک ماه اخیر بیش از 1600 نفر از حامیان فلسطین رو با برچسب حمایت از تروریسم دستگیر کرده که برخی از آنان بیش از 70 سال سن داشتند. حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان رژیم صهیونیستی در اینجا تأکید می‌کنند تشدید سرکوب‌ها نخواهد توانست حرکت اونها رو در مسیر درست دفاع از آرمان فلسطین متوقف کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.